پروردگار میگوید ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا من تو را یتیم نیافته بودم؟ آیا من تو را یتیم نیافته بودم؟ فآوى، و برای تو جایگاه مأوای آماده کردیم. مفسران میگویند وقتی که حبیب خدا در شکم آمینه مادرشان 6 ماهه بودند، پدرشان عبدالله ابن عبدالمطلب از دنیا گذشتند. 6 ماهه بودند. 6 ساله شدند مادرشان آمینه از دنیا گذشت. آمینه حبیب خدا را خدا یتیم میگوید. یتیم یافتیم تو را در عصر 6 سالگی، ساعتی که وقتی دوستداری پدر و مادر است. از آغوش گرم پدر و مادر حبیب خدا در سن 6 سالگی محروم موندند. فآوى، پروردگار میگوید بعد این آیا ما برای تو جایگاه مقام خانه معین نکردیم که این آن خانه کدام خانه بود؟ خانه عبدالمطلب باباش بود. باباش عبدالمطلب بود. گرفت در تربیه خودش رسول اکرم را. 2 سال در زیر تربیه باباش بود که باباش هم گذشت. حبیب خدا 8 ساله از پدر، از مادر، از گویم که آغوش گرم بابا هم محروم ماندن. باباش هم بسیار دوستش می داشت. بعد از این آمد حضرت در تربیه عمکش ابو طالب پدر حضرت علی قرار گرفت. خداوند همینا به ما یادرس دارد که ما رسول اکرم یتیم یافته بودیم. او دوران یتیمی را اثر گذرانیده است. در همین سوره مبارکه و الضحی باز الله در دوامش چی میگوید؟ فاما الیتیم فلا تقهر. ای حبیب خدا، ما تو را یتیم یافتیم، یتیم ها را احترام کن. هیچ وقت بالای یتیم ها دوغ و پوپیسه نکنید. یتیم ها را ملال نکنید. با قدر یتیم ها رسید. خداوند میگوید حکمت از یتیم یافتن تو این بود که اولا به قدر یتیم ها رسید. دوم این بود که شخصان پیدا نشوند در آینده و گویند که محمد بای بچه بود. محمد این دینی که آورده است از نزد پروردگار، این دین از نزد خداش نیست، بلکه خودش به خاطر که پول داشت، مال داشت، این کتاب برای مردم پیشنهاد کرد. الله میگه حکمت انامین بود که تا که امروز عاجز آیند، کسی گوید که از پیش خودش کرد، ما میگیم خواهی دولت نداشت. اگر گویم پدرش کرد، میگیم پدرش بیچاره یک آدم فقیر حالت گذاشت که رسول اکرم ندیده بود. این معجزه است، این قدرت الله است که ما ترا یتیم یافته بودیم. به این خاطر که تا که دشمنهای اسلام زمان نشود گوید که این دین دینی از پیش ساخته، دینی آدم ساختگی است. لیکن حکمت اولش انامین بود که تو یتیم ها را احترام کن، بالای یتیم ها دوغ و پوپیسه نکن. حبیب خدا میگوید خیر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یحسن الیه. بهترین خانه حبیب خدا گفت انا همون خانه هست که در او یتیم بچه زندگی میکند و وی مثل فرزندهاش حقوق دارد، احترام دارد. در خانه بسیاری از شما یتیم ها وجود دارد، از پدر و مادر محروم شدن، چه از اولادتان باشد چه از یگان گویم که یتیم خانه گرفته تربیت دارین. حبیب خدا گفت خانه های شما بهترین خانه هست، با برکترین و با فیضترین خانه هست که در او خانه یتیم وجود دارد، لیکن مثل بچه و دخترهاش قدر و قیمت دارد، احترامش میکنند. و شر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یساء الیه. حبیب خدا گفت بدترین خانه همون خانه هست که در او خانه یتیم وجود دارد، لیکن همیشه عذاب دارد، همیشه وای مورد عتاب، مورد مشقت قرار دارد. بچه هاش در راحتن، این یتیم بچه عذاب میکشد به خاطر که وای گویم که هیچ پایه ندارد، به خاطر که وای یگان گویم کلانتر ندارد و یکی عذاب میدهن. حبیب خدا گفت این خانه تو بدترین خانه ها هست.
چوبینی یتیمی سرافکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خیش. الا تا نگیرید که عرشی عظیم، بلرزد همه چون بگیرید یتیم. شاعر میگوید چوبینی یتیمی سرافکنده پیش. یک شخصی را میبینی که بیچاره پدر میخواست، مادر میخواست، لیکن با قضای اللهی اون مادر و پدر خدا گرفت. مده بوسه بر روی فرزند خیش. بچه تا در پیش او نوازش نکن، بچه تا در چهره و رخساره های او بوسه نده که دل او درمند میشود و هم یاد پدر و مادر میکند. الا تا نگیرید که عرشی عظیم، بلرزد همه چون بگیرید یتیم. وقتی یتیم گریه میکند، عرش پروردگار لرزش میکند، عرش می جنبد، خداوند ناراحت می شود، حبیبش ناراحت می شود. وقتی یتیم ما مورد عذاب، مورد گویه مشقت قرار بدهیم. حبیب خدا از این خاطر گفتن اللهم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة. خدایا من در پیشگاه تو دعوا دارم، من تو گناهگار می شمارم آن کسانی که حق زنها را پایمال میکنند، زنها را عذاب میدهند، زنها را دشنام میدهند، زنها را مورد عتاب و مورد طلاق قرار میدهند. دویم شخصانی که حق یتیم را میخورند، مال یتیم میخورند. من در پیشگاه تو پروردگار فردای قیامت از بالا اینا دعوا دارم، من اینا را گناهگار میشمارم. عیب است، شرم است وقتی ما مال یتیم میخوریم. والله که قرآن به ما حکایت میکند ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون من بطونهم نارا و سيصلون سعیرا. خداوند میگوید ای کسانی که حق یتیم میخورید، مال یتیم میخورید، یقین دانید که در شکم شما مال یتیم نیست، بلکه در شکم شما آتش دوزخ است. و سیصلون سعیرا، زود است که به این مناسبتی بدود، به این مالخوری از جانب یتیم تو را ما در دوزخ من جای بکنیم. آیا ما یتیم نمیخوریم ما و شما؟ آیا